لایک بومون با باباش تماشک ممردی نکو لایک بوجوک کامنتاری خوب نیست باباش تماشک باباش کجا ده باباش شهری دوشنبهجان ده پایتخت ده در پایتخت کیف کرده معیشت کرده کیف کرده گشته ایستم پروستا نگشته ایستم کیفوت کرده گشته ایستم شهر دوشنبه ده لایک همون نامحترم که ما بلوگریم که او بلوگر هستن که دیگه دیوانه میشوم ما دیوانه نشیدم ما شهر دوشنبه ده کیفوت کرده تاکسی کار کردم با میگه که با پولی تاکسی کیف میکنی کیف بابود میکنه کو شما نمیکنیم خیلی کیفوت که اسم لایک بزنم خب بلوگر رو دیونه میشونم که میگم بابود دیونه شده خیلی کس یه بچه پینسا پروموده ایستم دیگه کار و بار قشلاق بستد دیها وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با امر معروف سر کرد بسیار زورش میبیاید بسیار غمگین میشود بسیار روی میشود هجرت میکنه مکه مکرمه را دوست میداشت اونجا مثال تولد شده بود با فکر ما تولد شده بود خب به نهایت دوست میداشت نه که او را مجبور کردن کی مجبور کرد خیشوی نزدیکش مجبور کرد وای خست هجرت کرد با مدینه منوره وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ده قدم گذاشت مدینه منور گشت بو امر معروف هم میتونه با یک از گفته که ملاقات چقدر نشه من هم ملاقات بحث باید کنم باید بفهمم دین اسلام را حقیقت چه باید بفهمم اسلام به ذات خود ندارد عیبه هرچند هر عیب است در مسلمانی موتای مسلمان میگم فریب دروغ مشنیکی کیدت خیل گفو بسیارم ما دوشنبه جان ده کیف کرده معیشت کرده راحت کرده گشته استم بگو چه کیف میکنم بنویسین لایک همونن بگو بابا جون چه در دوشنبه سنتر دوشنبه ده کیف کرده گشته استی بنویس کامنتر خوب نویس نام محترم لایک همون خب رش آنامیقش سنتای زیوتیش نمیدونم خیلی خیلی ملو میدونین کم اینو رشا خیلی کنم کاروت کنم کم کراسکای سیاهی ظرفشش کنم بعد دوشنبه ده بگردم شما بنویسین کامنتاری که بابا من بری سلامونی من بری چی پوشی جیلک پوشی من بری محسی و کلوچ پوشی من بری با یک سلای توقی کبوتک سلا را پیچونی این نوشگیری هم سونه شویه اوخی مدنیتی خودمون باید گم نکنی ما هم باید پیشرفت کنی لباسای قیمت پوشیم فهمیدی اوخی ابیزاتی هم جیلک پوشی و محسی و کلو پوشی و سلا بگنی با مسلمانی یا گپی میزنه که انشاءالله با امر خدا که آیا خیلی شما ده توفیق ما هزار نه میلیون مرتبه بالای توفیق ما ایمانی ما همین خدمت همین فقط وجود قطعی میزنم خب شیرونر زنده باشین خب کیف کیستم شما رو مسئله میکنم میتونم که اشکال نیست بیاین من شما میتونم که چقدر کیف میکنی راحت میکنی نمیدی
خطون بیل خطون دا گوشتون گمیزم خب برادرها خیلی یک رولک سر کنیم ها ویدیو ما رکلام نمیذارم در ده موضوع صحبت میکنیم ویدیو خیلی جدی است من در این مسئله یک 3 سال پیش گاو زده بودم هزار یک تعوضی برمدن تعوضش میگم نه که همش داخل نداره مسئله که کنکورس بازی و قمار بازی بعضیش برادرای هستن که نزدیکن پس اکران فکر میگیم شما میگیم ای بیا خب بابا جون متاسفانه 88 رولی کرده بابا جون 88 سلامتیات خوبه برادر در برم باشی ای خیال برامد ما چطور سوز کهیسته بودی چی خیل ای همه طرف با تو نپدینی کردن در برد کی بود فقط وجود رقم دلیل مهر پیچت در برکت کی بود اویا یک بار نمیپرسی که بابا چه حال داری میگه نمک خوردی در نمکدان توف نکن بابا جون واه منم خیلی نه که بابا جون ملائکه نیست بابا جون 88 ملائکه نیست خطاگی های داری تو وعده های داری تو باباش کیدت نغز نمیبینه کیدت نغز نمیبینن بابا جون 88 سخن ها بسیار های نمیدی کنکورس بازا و کنکورس ای گوش که вообще تمی کاری هم بلوگری ها چی تو بلوگری آخی вообще تو بلوگری هیچ که вообще بابا جون 88 چی بگم سخن ها بسیار های سخن ها بسیار های بابا جون 88 برادر لخت جگرم بسیار زورت آمد بسیار عید نمیدونستی که چیکار کنم دبرت کی بود دبرت کی بود دبرت همین بابا بود چقدر دشمن و حقارت کردن چقدر وای کردن نه که الحمدلله در قوتت بودیم و مچیت سمالنسکا با سربلندانه سپرده مردم دا حاضر حال احوالش نمیدونم نه که برامده با یک بار دیگه تکرار میکنم که بابا جان لخت جگرم بسیار انسان خوب هستی بسیار مردک خوب هستی بسیار وطن دوست هستی اسلام دوست هستی بسیار غمی بیچاره ها رو درمانده ها و مادر رو میخری بسیار در گور و چوبی غریبا که همونجا در گور و چوبشون میکنن هستی برای خب مثال یکم کس مشکلی کرد درباره مثال مرده هاشون به وطن روی کردن بسیار حرکت ها میکنی نه که تو بابا جان 88 تو ملائکه نیستی تو هم گناه داری گناه داری تو برای همین خوشرو گبزن با من که حاضر در دوشنبه کیف کرده گشتستم یا فعل دارم وقتی که مصلحت شید باید هم مصلحت هم پونکتوش باید رعایت کنن پونکتوش رعایت کنن مصلحت کردیم باید پونکتوش رعایت کرده شود اگر پونکتوش رعایت کرده نشود فعل ما بسیار گنده کسی رو میبرورم و در همین قشلوق هم یا برادر هستید سخن ما با او داخل داره خیلی اصلا ما یاردم کردم ما باید کار برش همش تنچ درام نشید این روز و نامحترم بابا را کیدت کیزده اوه من نغز نمیبینم کیدت کردن لفظ کردی در لفظت بیست کیدت طبق قانون حلش میکنیم طبق قانون حل نشید پشتی اکران حلش میکنیم شیرمردای وطن هسته که حق به حقدار میتیه این تیمه را بیمونیم بابات کیدت نغز میبیند خب مسئله همین بلوگرو دا همین بلوگرو کین شما همین کین شما افسورداد میکنین کین شما چوم چی میگین چی میگین وام میگین دود میگین آتش شفاق میگین کین شما یا نولین خیلی نه یا نول هیچ که اینوخی و خیلی که تاجیکستان عزیز سربلندم فقط
هیچی نمیگه این بلوگر را، هیچی نمیگه بلوگر را. فهمیدی؟ برای کی سرورهای غمخوار و دلسوز داریم که میگن خیمون گپ زنن. اگه نه والله قسم 6 سکوند میبرن همه تنیم خیلی میکنن. شو گپ زنین یک کاری جوای گپ زنین. خیلی نه دوملوی، نه خطیبی، نه قاضی، نه مفتی ایسون گپ میزنی. تو یا بلوگری امر موری بلوگری چی بسوادی چی نمیدونی. میخواد خفاوت کنن میگیری. هیچ که بلوگر کو این امید شبیون که ور ریختگی هر کس بلوگر میگه. بلوگر شده صدقاً ای تحت دل گپ زنین. برای وطن گپ زنین. برای پیشرفت ترقیات وطن گپ زنین. کورن شما نمیبینین. ما شهر رفتم حیران شدم. ایسنا نگاه میکنم میگردم ایسنا نگاه میکنم. اوسنا نگاه ایسنا نگاه. شهر نمیدونم شهر دوشنبه. دوبای نگن کجا میگن اون شهر رو تاریخ کرده. هیچی هم پیشی دوشنبه ده. هیچی هم بخدا قسم. تو برا بین راحت میکنی. خب بعد کاری موچه به همین چی کنکورس بازی میکنه. دیسکوتک میره و خب چی میگه ماشین بزرگ ماشین بیزنس میکنه. کاری تو چیه بلوگر کاری تو چیه یک گپوی میگن چی میگن که نمیدونم. میگه با کنکورس حلال حرام میخوای вообще تا کنکورس بازی میکنین ماشین میمونه چی میمونن با درویده با حرام بازی نکنین چخیلی هستم خیلی بتینشون برا من باشه. مسجد رفتن که برای مسجد قانون کاری رفتن که بابا جان نشد که شروع گوش نازگرون تو فعلی گذروندن داری رفتم اونجا 4 کس نماز خونده ایسته بودن با اومدن خیرش موندگی هم خیلی نماز عصر خوندن با اومدن سلام علیکم گفتم بابا همون کنکورسی محمد یوسف استودیا مبل چخیله گفتم کنکورس بازی میکنه کو گفت کی آخی مورم بله داره آخی میگن حرام ای کو خیلی بابا چیکار کنیم همین حرام بکوی پور نوسا میگن حرام ای سیگارت میگن حرام ای عرق میگن حرام ای کیفکینی میگن حرام ای زینا میگن حرام ای دروغ حرام ای وعده حرام ای همش حرام ای خیلی که بو خیلی نمیدونم چیزی رو نمیدونم آخی بلیت گرفتن کو با ما گفتم که خیلی نمیدونم من دور اومدم کو هم به شبکه دادم نمیدونم آخی همه قاضی شده همه مفتی شده همه گابزن شده همه وایشته یکم کس فکت وجود نداره بیا کار خودمون نکنیم یه میکنم بیا ما اول ما می گناه خودمون بشویم یکی بتونی نیستم بابا جان الوعده و دین زمزم عمره بابای حسن سازی سلامتیت خوبه باید نمایندت ای مکه مکرمه دینه پسد که کرد میرم قطعه گاه میزنم سلامتیتون خوبه بابا کیدت نقض نمیبینه الحمدلله 100% دوشنبه ده کیف کرده گشته استم کیف و صفا راحت کرده گشته استم با خود دوشنبه را دوست میدارم مردم دارم قشلاقی دیگه نمیرم قشلاق دوشنبه جان ده زنده باشین مردم سربلند تاجیکستانی عزیزم همه وقت میخوام که تاجیکستان عزیزم سربلند و آبرومند باشه پیشرفته و ترقی کرده باشه انشالله میشه بای بدولت باشه مردمش سیر پر باشه در عرصه بین المللی تاجیکستان عزیزم پرچمش پرافشان باشه احسن به این سرورهای غمخوار و دلسوزمان همه وقت دعاگو هستیم پد کیف دعا میکنم زنده باشه لایک بمون وقتی چلی که نمیش کنم